برخی کارشناسان و خبرنگاران تاجیک شرطگذاری پارلمان اروپا و تاجیکستان را خرید و فروش آزادی مطبوعات از سوی اتحاد اروپا عنوان کردند. پارلمان اروپا با قبول یک قطعنامه حکومت تاجیکستان را برای سرکوب رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولت و وکیلان مدافع تنقید کرد و اجرای درخواست دوشنبه را برای پیوستن به برنامه امتیازدار اتحاد اروپا و اجرای شرط‌های بستگی داد. همچون ژورنالیست من جانبدار آزادی مطبوعات و رشد واو می باشم. ولی در پس‌منظر واقعه‌های اخیر جهان من شبهه عمیق دارم همین جنگ اوکراین که ژورنالیستان تعقیب می شوند، همه رسانه‌هایی که به حکومت این کشور ناخوشایند هست بسته شده است. همه حزب‌های اپوزیسیونی در این کشور بسته شده است. اپوزیسیونی پارتی закрыты. پارلمان اروپا گفته است فشار مقامات بر رسانه‌های داخلی و خودسانسوری به تبلیغ و پخش معلومات دروغ روسیه در مورد حمله تجاوزکارانه‌اش به اوکراین مساعدت می‌کند. خورشید عطاالله سردبیر هفته‌نامه فرج درباره خودسانسوری در مطبوعات تاجیکستان گفت: هر یک گازت خصوصی با برداشت از تجربه تلخی روز نو در سال 2003 با برداشت از تجربه تلخ نگاه آزادگان البته برای خودش یک خط قرمزی دارد که از آن باید نگذرد و اینکه گویا دعواهای در مورد آنکه گویا مقامات روسیه در مسئله آزادی بیان گویا یکان وزن دارند یا نقش دارند، من چیز نه دیدم نه حس کردم. هرچند که ما صاحبی 3 گازت چاپی، یک گازت الکترونی و یک آژانس اطلاعاتی هستیم. مثلا من حتی عادی‌ترین کارمند سفارت روسیه نمیشناسم. ولی اونهایی که سیفالله سفرов تحلیلگر تاجیک بر این است که شرط گذاشتن و تحریم اعلان کردن در اروپا مد شده است، ولی تجربه تحریم اعلان کردن بر ضد روسیه ثابت می‌کند که این تحریم و شرط‌گذاری‌ها نتیجه دلخواه نمی‌دهند. مسئله ژورنالیستان نباید که مسئله شرط گذاری شود با مثل این، چون که دیگر ژورنالیستان کار کرده ایستادن، آزادی همینجا کار میکند، مثلا BBC همینجا هست، همه تشکیلات های بین‌الخلقی، رادیوهای بین‌الخلقی که اینترنشنالی هستند اونها در تاجیکستان فعالیت دارند و تنقید هم میکنند، لیکن تنقید سازنده در وقت که سازنده باشد وای با قانون‌های ما با سیاست صلح‌جویانه کشور تاجیکستان موافقت میکنند. از این سبب نسبت آنها چاره‌ها دیگر اندیشیده نمیشود. اما ظفر صوفی خبرنگار تاجیک مقیم اروپا بر این است که چنین قطعنامه‌ها را حکومت تاجیکستان مثل گذشته یک نوع پشت سر میکند و وضعیت آزادی سخن تغییر نمی‌یابد. تا جامعه خودش در برابر عملکردهای غیر قانونی و مقابلی یا که مخالفی آزادی بیان و اندیشه و حقوق آزاد زیستن مردم را نادیده میگیرد، حکومت همینطوری ادامه میده. از کشورهای عضو اتحاد اروپا درخواست شده است که جامعه شهروندی، مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌های مستقل را در تاجیکستان که به حمایت احتیاج دارند با دادن روادید یا با سرمایه‌گذاری پشتیبانی کنند. ادامه نظارت وضع حقوق آدمان در تاجیکستان از خواسته‌های دیگر پارلمان اروپا است. هرچند در گذشته چنین قدم‌ها نتیجه نداده‌اند، با نظرداشت برنامه‌های امتیازدار اروپا انتظار می‌رود این بار تاثیر آن به مراتب بیشتر باشد. در این پس منظر خبرهای تصدیق نشده از احتمال آزاد گشتن اکثر محبوسان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود.